تحلیل قسمت 28 سریال آن بالا خداست. در قسمت 27 سریال آن بالا خداست واقعا بینندگان را شوکه کرد. طالبان در این قسمت به شکل واقعی و ملموس به تصویر کشیده شدند که باعث شد خیلی ها فکر کنند این طالب ها واقعی هستند. این قدرت بازیگری و کارگردانی است که توانسته چنین تاثیر عمیقی بر مخاطبان بگذارد. صحنه های پرتنش و درگیری هایی که بدون اینکه ذره مصنوعی به نظر برسد همه را در حیرت فرو برد. در قسمت 28 پیش بینی می شود که داستان به سمت اوج خود نزدیکتر می شود. احتمالاً تمرکز این قسمت بر واکنش احمد و دیگر شخصیت ها به حوادث وحشتناک قسمت قبل خواهد بود. همچنین ممکن است برخی از شخصیت های کلیدی که تاکنون حضورشان کمرنگ تر بوده به طور ناگهانی نقش مهمتری پیدا کنند و داستان را به سمت ببرند که کاملا غیر منتظره باشد. یکی از احتمالات قوی این است که در این قسمت احمد یا یکی از دیگر شخصیت ها به تلاش برای کشف و افشای هویت واقعی طالبان بپردازند. این اقدام ممکن است باعث تنش‌های بیشتری شود و حتی شخصیت‌های جدیدی را وارد داستان کند. احتمالاً برخی از رازهایی که تاکنون پنهان مانده اند فاش خواهد شد و ما شاهد یک پیچش بزرگ در داستان خواهیم بود. اگرچه در قسمت 27 طالبان به شکل واقعی به تصویر کشیده شدند، در قسمت 28 ممکن است کارگردان تصمیم بگیرد که به تدریج هویت واقعی آن را آشکار کند و نشان دهد که این شخصیت‌ها دقیقاً چه نقشه‌هایی در سر دارند. این قسمت می‌تواند به نقطه عاطفی باشد که سرنوشت احمد و دیگر شخصیت‌های داستان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. بینندگان می‌توانند انتظار داشته باشند که این قسمت نیز مانند قسمت قبلی پر از تعلیق و شگفتی باشد و بدون شک باز هم همه را شوکه خواهد کرد. پایان قسمت 28 احتمالاً به گونه‌ای خواهد بود که مخاطبان را برای ادامه داستان مشتاق‌تر کند و سوالات بیشتری در ذهنشان ایجاد کند. این داستان به ما یادآوری می‌کند که در زندگی هیچ چیز آنطوری که به نظر می‌رسد نیست و گاهی بزرگترین خطر از جایی می‌آید که هرگز انتظارش را نداریم. گاهی اوقات حقیقت خیلی دردناک است ولی باید بالاخره با آن روبرو شد. این لحظه در داستان احمد یک زنگ خطر برای همه ما است که همیشه باید مراقب باشیم و با سادگی به هر کس اعتماد نکنیم، حتی اگر او نزدیکترین فرد به ما باشد. دوستان شما چه فکر میکنید؟ این ماجرا چطور به پایان میرسد؟ حتما نظراتتان را به کامنت ها بنویسید. اگر دوست دارید ماجراهای بیشتری از این سریال بررسی کنید حتما این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما را سابسکرایب کنید. تشکر از شما.